سلام بچه ها، خیلی مخلصم. خوش اومدین به پارت 12 بازی لست آف آز 2 ریمستر. بریم که داشته باش. میگه حواست با منه؟ آره تو فکر بود الی. بچه ها پارت 11 یعنی پارت قبلی اگه یادتون باشه اونجا 2 سال پیش اونجا بودیم که الی رفته بود ملت شریف رو بکشه که یهو تو را جسی رو دید و با جسی برگشت پیش دینا و دینا و جسی رو موب با هم حرف زدن، استراحت کردن و الی هم یه ذره حسادت کرد و الان داره فکر میکنه راجع به گذشته. الان با عمو تامیه و 2 سال پیش، نگاه کن یه ذره بزرگتره نسبت به دفعه قبل که باز فکر کرد. اون 3 سال پیش بود، این 2 سال پیشه. باز داره به گذشته فکر میکنه. میگه اینجا اینفکت زیاده. میگه چند تا؟ میگه زیاده. میخواد بهش یاد بده با اسلحه چطور کار کنه. نگاه کنین بهش میگه نکن، داره میکشه. الان میگه تو بکش. نگاه کن. مطمئنی؟ ببینیم چه حسی داره. خب بچه ها این آموزش رو بهتون بدم. من قبلا اینجا خودم گیر کرده بودم. نگاه کنین زبده رو میزنیم میره رو دوربین. بچه ها نگاه کنین اینفکتد یا همون زامبی اینجا نیست، درسته؟ باید یه تیر به این بزنیم که صداش بیاد همه بپرن بیرون. خب تو ماشو بکن 10 دقیقه. خب این عموشه، یعنی باباش هنوز نیومده. عموش داره میگه که الی تو اسلحه رو بگیر و واسه اینکه زامبیا بیان یه تیر به این بزن که این صداش پخش بشه و زامبیا بپرن بیرون. خب الان نشد. بچه این 3 تا خطه، فکر کنم این خط آخر. آها الان شکست. اونم شکستم. اونم شکستم. خب بچه ها چون لست 2 ریمستره، تیراندازی که میکنی تو دسته حسش میکنی. یعنی تو میخوای تیر بزنی این سفته. نگاه دسته تکون میخوره و این آردو سفته. انگار واقعا داری ماشه رو میکشی. اومدن بیرون، زامبی ها اومدن. وای من اشتباه زدم. این داره نشون میده که الی داره راجع به گذشته فکر میکنه و یاد خاطرش رو عموش میفته که چطور کار با اسلحه رو بهش یاد داد. پدرش همون پایینه. میگه همشون رو کشتی. میگه بیشتر هست، با بریم اون بر. بچه ها مادر گرام اومده داره نگاه میکنه. نشون به رو خود تماشا بکن 10 دقیقه رو. بازم هست. ولی هر ما آپلود نکردم ما. یعنی ما دارم ضبط کم نام فلش یا نه. خب نگاه کن اینو با بزنیم. چرا دی؟ همدیری چی بود؟ آپلود 2 مرحله است. چرا دی؟ میگه اینو بزن. نگاه داری گوز رو میخوره. یکی دیگه اونجا. نه زامبیه اونجا که کسی نیست.
یه اونها یه داری فکر که داستان اصلی چشتره، داری فکر که مثلا عموی چو یه 2 سال گذشت پیشه که عموی چو یاد داشت، بچه کسی اونجا نیست. میگه تو میتونی پیداش کنی، بگرد و کسی نیست. یه تیر بیا، یه فشار بیا، یه چو حسه که بگرد بگرد اوه نقص بگرد. خب زبدر بکن اوه بگرد زبدر. خب رام بگرد شکگه بچرخنی دولا های دوگله گرده نه بگرد اوه یک بیا ولی یاکه نقص بگرد. خب نه نقص بگرد، نقص عوضه. خب زبدر بکن. خب نه دو بکن فقط بره که نه یه دفعه کن. خب انا بگه یه اولا بکن. خب بریم پیکیم فکرم خوار ما نگه اشتباه نکم اینا نبشو برو چپ. نه هم مطمئنم هست. قبلا های آدم خواریانه هنه کردیم دست از خسته بین نقطه لاوا به دواره بگره. نه خود تو داید نا گروگی ها نبود با ایره زومه نه لاوا نیه نقطه لاوا مثلا کلک شکت نو. خب دواره نان بویلاتر و گرد یه هست ریکی و یه بچون نزدیک ویلا بچون نوعی پیاگا. خب زبدر یه زبدر بکن. خب بچون نقص بگره بان ایلا چپ نه یا بان نه های دورو برم مطمئنم یکم چو بان و چپ نه اورا که اون نقطه سفید ایله ولی سه زامبی گدی دیره ریکه یه تیر به ماشین نمیدونم ته دور باره الان بابا شو اون نقطه سفیده که خویوته او زامبیه که مرده تیر بیلی کم او خور نه فقط مثلا فکر توی بین او سره. بعد ما این نقصه هست به اضافه اصلیه نه خط سوم با عملی بود خط اولی نه دومین سومی و باربان سره نقصه گرد زبده. خب خط اصلی به اضافه نه
اولی دومی سومی او سومی بارو وان سری اون بو خورتر خور او خطا آره بویلاتر سری دیری دونی یکم آلاتر ذرا با بانتر رو بکن سری نابود کردی ها نه تو همین بود دونم به چرا بعدن مرسی بچه این مادرم داشت بازی میکرد این تیر رو میزد اینا نه بچه واقعا موندم من قبلا اینجا رو رد کردم ولی من باید چیکار کنم دیوونه شدم اینا بی پدر کجا بودین؟ 2 ساعت دنبالش گشتم آخرش پیدا شد By the ski lifts, look way out under those gondolas by that tower. See? میگه میبینیش اونجا رو باز اونا رو بزنیم بله دیدم اوه بس الان نقط نشونگیری فرق میکنه چرا چون خیلی دورترن مثلا رو اون نمیمیرن رو خط پایینی میمیرن یا کنید خط پایینی هست تو نشونگیری چه جالب اوه انقدر دوره یه خورده بد میرسه اوه ایوه Anyway. I hope Joel's been stirring that stew. Probably just left it to burn on the bottom. I'm not seeing any more. میگه من دیگه چیز بیشتری نمیبینم. خب میگه بسیار خوب برگردیم پیش جول.
خیلی هم میگه حتما حله بریم. گرافیک کار رو میبینین بچه ها، از دنیای واقعی داره. ممنون بابت آموزش اسلحه. خانم ها مقدم ترن. I'm not supposed to say anything, but Joel's worried about you. There's nothing to worry about. Well, I'm sure there isn't. But if you don't talk to him, he's gonna think something's wrong. I'd talk to him. Well, you have to do more than hide and buy. او بچه ها شیمرم اینجاست. شیمر کدوم؟ شیمرینه بالای سرش خط سفیده. این بند خدا رو میکشم. نمون آرمه اینجاشه. آره هنوز اینجاشه. این جی که نوشته. ای شیمر واقعا هم از همشون خوشگل تره. خب بریم پیش پدر عزیزمون داشت جوئل. های. That was y'all shooting up there, right? Oh, just some stragglers. Ellie got to try out my scope. How'd you like it? Yeah, feels good. Oh. I see you haven't gotten around to changing the string yet. I didn't know I was supposed to. Yeah, we'll get you some new ones. میگه میتونی با این آهنگ بزنی. Well, there's that music store down there. میگه چون اگه دوست داری از فروشگاه انتخاب کنی، یعنی هر چی بگی برات میزنم. I mean that area's long overdue for a sweet thing. Watch. Where'd you get it? Sure. So cute. Are you sure you don't want to come? مطمئنی که نمیخوای با ما بیای؟ میگه حالا که نه شما برین. این چی؟ برگه؟ Why do you guys always volunteer for this patrol? It's got the most comfortable couch in all the lookouts. Set by the fire, put my feet up. چه خوشگله اینجا. I'm just making sure I have everything. قشنگ به خدا اون دو سری قبل اصلا اینجا رو نیومده بودم. قشنگ جوئل میرفت بیرون منم پشتش میرفتم. در حالی که ببین همه چی از چوب ساخته شده و چه خوشگله، چه نمای خوشگلی داره و چند تا تیر و فشنگ و این چیزا هم این اطراف پیدا کردیم. بچه‌ها این خاموشه ولی میگه روشنه. پیش اونا میرم فقط این آتیشه چه خوشگله. میگه به چه بوی بدی نمیاد. او غذا گذاشته اینجا بپزه. ایوه گابلمه کنار آتیش بود. او جول داره صداش میزنه. میگه داری میای؟ خوبه این ذره دست به گیتار زدی تامی. Hey, what's this savage starlight doing here? Pretty sure that's Joel's. چرا چیزه این چیه؟ سطر آشگاله. های جوئل دلم برات تنگ شده بود. خانواده مشکوک. هی شیمر خدا بیامرز. Just the few we saw from the ridge. You? You know,
اینجا یه سیو بسازیم. Jesse tells me you're handling your own quite well on the group patrols. He's even recommending you for paired patrols. Well, I think you're still a bit young for it. I'm a better shot than almost all of them. And I have more experience than most of the new recruits. Look, you think you're ready. I trust you. Okay. Thanks. You just do me a favor and start with the shorter routes for now. You know, see how you handle them. All right. Hey, you remember those, Savage Starlight comic books that you're into? Yeah? Tommy and I found some when we were moving through that school the other day. Did you like them? Well, you know, it's not really my cup of tea, but... Dr. Daniela Starr, I mean, she's pretty... She's a savage. Well, what she does to Captain Ryan in that death match... Whew. Yeah. I mean, he definitely deserved it, but... That was a nice twist how they escaped. You're funny. چه حس لذت بخشی بچه. یکی دو دقیقه اصلا سکوت بودم. حواستون بود؟ چقدر زیباست این بازی. خدایا. فکر کن تو خونه خودت نشستی تو اتاق، این همه زیبایی و طبیعت جلو دستته و انگار واقعا اونجایی. این یه جادو میمونه. همیشه باید سپاسگزار باشی، شکرگزار باشی. وای بازم اینا میدونن با اسب حال میده تو آب بری، همیشه یه آب میذارن جلو رات. میگه اینجا دیگه مجبوریم اسبا رو ترک کنیم و پیاده بریم. شیمر گندگاهی نکنی تا بیام. اوه بریم مغازه موزیک. من یه خورده اول اینجا خانه چون نشکست الان شکست. برم بالا گندلات مرکیه ها و سایمونو یه چیزی باش خدایی یه دونه. اوه دیدی یا ندیدی؟ قفله. باید از این زیر برم اینجا. نه اون برا بهتون میگویم. اونا که داخله یه نیاز به کمک داریم. میگه نه خودم میپرم بالا. بپر بالا ببینم چون میکنی. میگه باید از کدوم طرف بریم. بچه چطور با میرفتم تو اون خونه؟ مون تو ذهنم نکنه از اون وره. آره از اون وره. آره یعنی این ور بیاییم خانه را در میابیم. چی بود اینجا؟ کار کردین؟ جوار میدانی؟ باید میومدیم اینجا. بعد که میدیدیم راه نیست میومدیم اینجا. باید همون زیر دره بریم. به خدا تو ذهنم اومد ولی فکر کردم اشتباه میکنم. جوئل این چوبا رو بلند میکنه اینا رو، من از این زیر مثل موش میرم تو. نگاه کنین. اومدم اینجا این چوبا رو دیدم اومد تو ذهنم اما گفتم شاید دارم اشتباه میکنم یه جا دیگه باشه. کار کردین. چراغ روشن کن. من اومدم داخل. منتظر باش.
چیزی میبینی؟ دارم نگاه میکنم. در رو واسه داشتول باز کنیم. سلطان بیا تو. هی سلام سلام. میترسیدی؟ خوش اومدی. خانواده مشکوک با هول بدم. معلومه اینجا بازه. خب چرا نمیاد جول جول خودش با این هول بده. گفت ولی بیا. میگه اینجا اسپارز هست، از این دونهایی که آدم مریض میشه یا باید ماسکو بزنیم. باشه الان ماسک هم میزنم. خودت تکینو بردار، من کار دارم. زیر این تخته نمیشه رفت. اوکی باشه بابا باشه. I've never slipped. You ain't told nobody new, have you? Not Jesse, Dina. Of course not. Okay, good. You ever been in here before? We just patrol the streets. Feeling like a bit of an oversight now. Maybe. ایوه چی میتونیم بسازیم؟ خون یا اینو بسازیم. It was shot a while back. When did the last patrol go through here? Sure. Is it one of us? The people went missing from Jackson. این همه چیز از کجا اومد؟ This was too old. I just rolled in. This way. نه جول من نمیام. واقعا نمیام. یه عالمه چیز من اونجا جا گذاشتم. سری اینا رو بگردیم. سلطان جول تنها نمونه. اینفکتاتو بخورنش. یه دونه تیر چیه بابا؟ 30-40 تا. الان آخر زمونه دیگه، اینم در نظر بگیر. داشت نبید بپر. یه چیز ترساکی هم اینجا نذاشتن یه خورده وحشت کنیم. خب یکیش که این بود. این 5-6 تای کجاست؟ اینه؟ توه دهن سرویس بچه ها. ایول آهنو بردار. 3-4 تا هم تیر. ایول دیدی چه خوبه این R1 دایره رو میزنی؟ تمام شد. هیچی دیگه نیست. باید جلوتر هرچی هست. نمیام ولی میام. او داداشم زامبی.
آفرین شیر مادر حلال هایت. دیگه فکر کن جول و دینا با هم باشن چیزی هست از پسش بر نیان. بیاین خب خانواده. داشتم میرفتم اون گرفت. این در حال پیدن میزم میگیره. اینم من بکشم. همشون اینطوری بکشیم چه حالی میده. میگه اینفکتده بیشتری دارم میان حواست باشه. اوکی برو بزنش خب. خرکوری خب یک دایره رو بزنیم ببینیم چیزی جا نذاریم. اینو بردار اینو بردار. میگه بیا اینجا آمدم. باز اومدم. آر کردین ايوه Norman! That one's down. Joel, I think we did it. Sure, ما تونستیم. آره فکر کنم تونستیم. ممنون. What do you say we give up on those strings for today? Could have said it better myself. I think our only way out is forward now. چند تا رو کشتیم واقعا. برو دیگه.
سکوتیه. Following you. میگه باید این گوشه بریم. دنبالت میام. یا علی وای از این چیزاست. میگه فرار کن. علی اون نگاه میزنیش از این گوشه ازش میفته. به خدا با همین کرد میزنمت. وای اینو ندیدم. فکر کردم جولو داره میاد. وای حالا این دفعه همشونو خوب میزنم. گوریل برو اونور. برو دیگه. خاک تو سرت. من یه ذره آتیش گرفت. برو برو. تیر عوض کن. بیا تا بزنمت. بچه این نمیمیره تا یه الان یادم افتاد نمیمیره تا یه لحظه منو نگیره. نگاه کنین. نگاه کن. دیدی گفتم باید این پیش بیاد. یهو یادم افتاد. این جزئی از بازی بود. اوکی بچه ها فهمیدین؟ یعنی هر کاری کنین این نمیمیره تا اینکه باید بگیره شما رو و جوئل هم خودنمایی کنه اونو بکشه. تیر میلا رو اول جمع کنیم حالا بریم. چیکار میکنی؟ دو تا دیگه هم حتما اونور هستن. امیدوار باشیم که نباشن. دیگه لاتولوز شدن ها. قد کشتن. این ماسکش افتاده اصلا مهم نیست براش
چون ایمنه. Not often we get a bloater around these parts. Yeah. پیشکن عشق من ایناست، اینا رو بشکنم. Let's deal with them two anyway. Okay, right? On and off. Why? I hear the way Jesse talks about you. No, Jesse and I are just خب friends. بچه این پارت You know, I've got a pretty keen eye for these. البته نه بذار 20 دقیقه دیگه هم بازی کنیم ها. We'll see. نه Don't hold your breath. خواستم پارت 12 اینجا تموم کنم تو همین سالن ورزشی، ولی نه میریم. دنبلا رو چه گرد و خاکی گرفته، چقدر قشنگه اینجا خدا. چقدر باحاله. این استخره دوشاش. Think you can squeeze through there? میگه میتونه این دار از چی؟ بله که میتونم، چون من لاغرترم. چیزی اونجا میبینی؟ Yeah. آره اینو بردارم چاقالوت هم بیا تو. اینو Thanks. ممنون. آره اینو آب شده گوشتش. هی جول I think it's them. چی؟ A couple that ran away last year. اینا میشناسم، سال پیش سعی کردن که از جکسون فرار کنن. نامه You're right. ما بچه تحتوی دستش رو دیدی، این نیمه کاره بود. Wonderful place, but we got tired of hearing the stories of Oh. people suffering everywhere else. Wanted to save lives. We had good intentions. ایول We didn't make it an نامه hour. نوشتن که جکسون Now we're bitten. داستان زیادی واسه اون پیش آورد، واسه همین میخواستیم دیگه همونجا بیایم بیرون و به فایرفلای ها بپیوندیم، اما نتونستیم. معذرت میخوام. دوستتون دارم. آدم و سیدری. I shot her. I can't من take به that. شکلت Fucking coward. وای میگه من به شلیک کردم اما بزر بودم نتونستم به خودم شلیک کنم یا همچین چیزی. ولی ناراحت شد. میگه چرا من فقط ایمنم. Let's go get Tommy and we can get these bodies back to Jackson. اوه جول بحث عوض کرد. میگه برگردیم پیش تامی بیا بریم. After you took me out of the Firefly hospital. وای الی داره میگه بعد اینکه منو بردی پیش فایرفلا you تو said there were بیمارستان dozens چی of people شد؟ like me. تو گفتی خیلی آدم ها مثل من ایمنن، اما کو؟ Yeah. آره خیلی هم مثل تو بودن. I've never met another immune person before. من حتی یک نفرم ندیدم که مثل من ایمن باشه. Have you? تو دیدی؟ They could be behind me. این چیه بچه ها؟ این 2-3 نفر مردن به عشق این که برن پیش فایرفلاها و اونجا یه خورده امتر و اینا. مثلا الی داره عذاب وجدان میگیره، میگه چرا من 2-3 سال پیش میتونستم برم پیش فایرفلاها از خون من واکسن بسازن، چرا نساختن؟ چی شده؟ چرا مردم باید بمیرن؟ میگه یه عالمه سوال دارم. Why did you pull me out of there while I was still unconscious?
because I let them run their tests. And when I saw that they were useless, I got us out of the... How do you know they were useless? Maybe if you just would have given them more time, they could have figured something out. جوئل فقط میخواد بپیچونه. There was no cure. There's nothing that could help these people or anybody else. میگه تو نمیتونی به هیچ کی کمک کنی. نمیتونه از تو واکسن بسازن. I wish things were different. و هیچی هم تغییر نمیکنه. که جوئل چون بهش دروغ گفته یه داستانو میدونین دیگه. کسایی که دست یکو بازی کردن واسه کسایی که نکردن رو میگم. میتونستن از خون الی واکسن بسازن که مردم دیگه زامبی نشن و اینا، اما در صورتی میتونستن واکسن بسازن که الیو بکشن، یعنی باید مغزش رو باز میکردن از اون مغزش برمیداشتن. جوئل هم اینو فهمید، قاطی کرد، کل اون بیمارستان رو کشت، الیو نجات داد و به الی گفت، الی هم بیهوش بود چون نمیدونست قضیه چیه. وقتی به هوش اومد جوئل دروغ بهش گفت آره تو بیمارستان خیلی هم مثل تو بودن و گفتن فعلا نمیتونیم واکسن بسازیم و این حرفا دیگه، اومدیم بیرون. الی دو به شک بود ولی خب حرفشو باور کرد چون خیلی دوستش داره و پدرش و این حرفا. واسه همین میبینه کسی مرد و اینا همش عطا وجدان میگیره. او بچه دیگه از فکر اومد بیرون، الان زمان حاله. بده من انجامش بدم. بچه ها دیدین چطور داشت نقص سوزن، چه لاتی دستشو داره میدوزه یا داره جوراب میدوزه. اون مرد خوبیه، منظور جسیه. او بچه ها پویسرش رو دیدین اینه نقشه ایرانه. به تو چی میگفت؟ بذار زمان بهتری راجع بهش حرف میزنیم. نه خب برید. گفت بفرمایین از این. راجع به اینا چی؟ چیکارشون کنیم؟ چیزی پیدا کردی؟ در واقع بله. ابی؟ نه ابی رو پیدا نکردم. این دختره رو پیدا کردم، اسمش نوراه. توی هاسپیتال کار میکنه. هاسپیتال اینجاست؟ آره همونجاست. باز خوبه دینا که نمیتونه بیاد بیرون به جنگ حداقل این کارا رو انجام میده. میخوای همین الان بری؟ آره باید الان برم. وایسا که جسی از خواب بیدار شه بعد با هم بریم. الی خربازی در نیاد. میگم من لوکیشنشو دارم، شاید تامی هم اونجا باشه. چرا وقتو تلف کنم؟ چیه؟ هیچ. خوبه. میتونی بعد من بیای در رو ببندی؟ یس. خب بچه ها با اجازتون پارت 12 رو همینجا به اتمام میرسونیم. خب این نزدیکای بیمارستانه، میخواد بره پیش اون دختره گیر بیاره که اسمش نوراه. همینجا پارت 12 رو تمام کنیم، ادامه پارت 13 اینجا شروع میکنیم. خیلی مخلصم. اول پولدار شید، بعد سلامت باشین، بعد ماشین بخرین، بعد خونه بخرین، بعد گوشی بخرین، هندزفری، موس، کیبورد. خداحافظ دیگه. خاکم حفظم. خاک دم.